سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال چالش درآمدزایی از یوتیوب تا عید نوروز 1403 و همونطوری که از اسم کانال پیداست قراره توی این چالش 30 روزه من محمد به شما دوستای گلم که خیلی درجه یک و خفنین آموزش 0 تا 100 نکات یوتیوب رو بدم و امیدوارم که بهار 1403 خبر خوش مانیتایز شدن و به درآمد دلاری رسیدن تک تکتون رو بشنوم و این خبر خوب رو به من یکی یکی بدید. توی این چالش قرار از 0 تا 100 نکات یوتیوب رو از لحظه‌ای که قراره یه دونه جیمیل بسازیم که از طریق اون جیمیل کانال بسازیم تا زمانی که کانالمون به شرایط مانیتایز شدن و درآمدزایی رسیده و قراره به حساب گوگل ادسنس و شرکت‌های واسطه متصلش کنیم تا درآمدمون رو کسب کنیم و من بهتون بگم ایده چطوری پیدا کنید، ویدیو چجوری بسازید، چجوری ادیت کنید، چجوری سئو کنید، بهینه کنید، بارگذاری کنید و همه این نکات رو در واقع قراره با هم دیگه طی این چالش داخل این کانال بررسی کنیم. بدون اتلاف وقت بریم واسه ویدیوی جلسه اولمون و چون گفته بودم که قراره از 0 با هم دیگه چالش رو پیش ببریم با ویدیویی شروع کردیم که شاید واسه خیلیاتون یه مقداری حوصله سربر باشه ولی خالی از لطف نیست که این ویدیو رو هم تماشا کنید. پلتفرم یوتیوب رو قرار داخل این ویدیو باهاش آشنا بشیم با جاهای مختلفش و اینکه بشناسیم و بتونیم در واقع با این پلتفرم کار کنیم. و یه نکته آخری رو من بهتون بگم و بریم سراغ ویدیو، اونم این که آخر هر ویدیو من یه سری تمارینی رو بهتون میدم در خصوص همون جلسه که خوبه که بریم اونا رو انجام بدین و با پشتیبانی رایگانی که دارید از داخل پیج اینستاگرامی که این بالا میذارمش در واقع با پشتیبان بررسی کنید تمارینتون رو تا همه چی رو به نحو احسن انجام داده باشید. بدون اتلاف وقت بریم سراغ ویدیومون. خب برای آشنایی با پلتفرم یوتیوب داخل اپلیکیشن یوتیوب میشیم و با این صفحه‌ای که دارید تماشا میکنید مواجه میشیم. اگر نوار ابزار قسمت پایین رو دقت کرده باشین از 5 تا در واقع کاربرگ تشکیل شده که اولیش پایین سمت چپ صفحه کاربرگ هوم هستش که داخلشیم. هوم یوتیوب بچه‌ها از 5 تا قسمت تشکیل شده. قسمت اول قسمت اون تبلیغاتیه که بالای صفحه یوتیوب داره به ما نشون میده که همیشه این تبلیغات رو ثابت هستش داخل هوم یوتیوب و اینو میبینیمش. قسمت دوم این ویدیوییه که داره به ما نشون میده که 2.1 میلیون هم از 5 روز پیش تا الان ویو خورده و یه سری ویدیوهای در واقع ترندیه که خود یوتیوب میاد اینجا بارگذاری میکنه و به ما نشونشون میده. سومین چیزی که ما داخل هوم یوتیوب میبینیم قسمت شورت ویدیو هستن که دارین اینجا مشاهده میکنین. این 4 تا ویدیویی که هست 4 تا ویدیوی کوتاه و اصطلاحاً شورتس ویدیو هستن و این قسمت سوم بود. پس اولی قسمت تبلیغات ثابت بالای صفحه که همیشه تو هوم هست، قسمت دوم ویدیوهای ترندی که یوتیوب به ما نشون میده، قسمت سوم شورت ویدیوها و قسمت چهارمی که یوتیوب به ما نشون میده ویدیوهایی که در واقع ما بهشون شاید علاقه داشته باشیم رو میاد نشون میده به ما. کل هوم یوتیوب همینه بچه‌ها، هیچ چیز خاصی نداره. گفتم 4 تا قسمته، یا داره به شما تبلیغات نشون میده، یا داره یه سری ویدیو ترند نشون میده، یا شورت ویدیو و یا هم ویدیوهایی که بهش علاقه‌مندین. و تفاوتش با اینستاگرام اینه که تو هوم اینستاگرام شما فقط ویدیوی کسانی رو میبینین که فالوشون کردین و دنبالشون میکنین، اما هوم یوتیوب اینطوریه که یه سری ویدیو ترند به شما نشون میده و یه سری ویدیویی که احساس میکنه با توجه به سرچ هایی که کردین، با توجه به لایک هایی که واسه ویدیوهای مختلف زدین، شما بهش علاقه‌مندی. پس هوم یوتیوب از این 4 تا قسمت تشکیل میشد. اما قسمت دوم و کاربرگ دوم کاربرگ شورت ویدیو هستش که شما میتونید ویدیوهای کوتاهی که کانال‌های مختلف در واقع منتشر کردن و ترند هستن رو اینجا مشاهده کنید.
سمت راست صفحه اگه دقت کرده باشین بالای صفحه لایک رو داریم، بالای صفحه که نه، قسمت وسط صفحه بالاتر از همه کاربرهای دیگه ما لایک رو داریم، میتونیم لایک بزنیم واسش. پایین دیسلایک رو داریم، میتونیم دیسلایک بدیم بهش. میتونیم حالا اینجا کامنت بذاریم به راحتی، مثلا من اینجا و میتونیم نظرات بقیه رو بخونیم، ریپلای کنیم یا کامنت های اونا رو لایک یا دیسلایک بکنیم. قسمت شیر میتونیم این شورت ویدیو رو برای هر کسی که میخوایم تو هر پلتفرمی در واقع شیرش کنیم یا لینکش رو پست کنیم. و قسمت ریمیکس هم یعنی میتونیم با استفاده از صدایی که روی این شورت ویدیو هست واسه خودمون یه دونه ویدیو شورت بسازیم و با اسکرول کردن روی صفحه میتونین ویدیوهای مختلف کوتاه و شورت ویدیوها رو تماشا کنید در واقع. عذرخواهی میکنم. قسمت سومی که تو کاربرگ پایین صفحه داریم این به علاوه این وسط داریم بارگذاری کردن اولی که داریم This app that changes the way you eat with psychology. So I tried it and I learned so much about how I eat, like caloric density, which helped me find foods that help me stay full while losing weight. This little bag had 4 times the calories of the salad I put it on. Noom is just 10 minutes a day, and it's super easy. You just take a free 5-minute quiz to see when you could reach your goal weight. Give it a shot. میگم البته به محض که شما کانالتون رو راه اندازی کنید قسمت کرییت پست رو ندارید و یه مقداری باید فعالیت کنید داخل یوتیوب تا این قسمت برای شما فعال بشه. I didn't pay too much attention to what I was eating because I thought I was eating pretty healthy. When I worked out, my weight kept going up. Then I saw all these people on TikTok who lost weight with Noom. This app that changes the way you eat with psychology. So I tried it and I learned so much about it. چهارمی که می‌بینین قسمت سابسکریپشن هستش. خب اجازه بدین من یه پیجی رو باز کنم که یه مقداری دیتا روش داشته باشیم. مثلا این صفحه رو بیارم براتون، قسمت سابسکریپشناش. اینجا قسمت سابسکریپشن هستش و جاییه که پست هایی رو میبینید که شما سابسکرایبشون کردید در واقع. بالا اینجا کانالاییه که میبینید مثلا مشق شب، راک کلینینگ، فیلمینو، فیلم استوری، بلک اسکات، وی آر موشن، فکت تایم، ماونتن راک کلینینگ، راک کلینینگ، کالر تراپی، گات تالنت، راک کلینینگ و کانالایی که در واقع من اینا رو اومدم با این کانال سابسکرایب کردم و ویدیوهاشون رو اینجا میتونید ویدیوی کسایی که سابسکرایب کردین رو مشاهده کنید، چه شورت ویدیوهاشون چه لانگ ویدیوهاشون. و تفاوت در واقع قسمت سابسکریپشن با قسمت هوم در اینه که تو قسمت سابسکریپشن فقط کسایی رو میتونید محتواشون رو ببینید که سابسکرایب کردید، فالو کردید اصطلاحاً، و تو قسمت هوم هم کسایی که فالو کردین و هم در واقع ویدیوهای ترندی که خود یوتیوب میخواد به شما نشون بده رو میتونید ببینید به علاوه اون تبلیغاتایی که بهتون گفتم. پس فرق قسمت سابسکریپشن با هوم هم در این چیزی بود که بهتون گفتم. اما قسمت آخر، قسمت یو رو اگه روش کلیک کنید زیاد چیز خاصی نداره، جلوتر با هم دیگه کاملش رو بررسی میکنیم. بالا اسم کانالتون رو اومده گذاشته و قسمت هیستوری میتونین ویدیوهایی که قبلا شما یه بار تماشا کردین رو ببینین و یه قابلیت خیلی خوبیه. مثلا یه ویدیو رو نصفه دیدید، اینترنت قطع شده، وی پی ان قطع شده، حالا مثلا کاری براتون پیش اومده و گمش کردین، میتونین بیاین دوباره توی قسمت هیستوری و پیداش کنین اون ویدیویی رو که یه بار قبلا دیده بودید. قسمت پلیلیست ها رو هم داریم که در واقع همون لیست پخش معنی فارسیش هست و دقت کردین میتونین مثلا برید تو کامپیوترتون یه سری فولدر مثلا واسه خودتون بسازین، آهنگ‌های مثلا ایرانی، آهنگ‌های خارجی، X Y. اینجا هم دقیقاً همونه، میتونید ویدیوهای خودتون رو در قالب پلیلیست واسه خودتون بارگذاری کنین. قسمت‌های پایین زیاد چیزای مهمی نیست که جلوتر حالا باز به مفصل تو قسمت‌های بعدی با هم دیگه صحبت می‌کنیم راجبش. برگردیم به صفحه هوم. پس کاربرگاه پایین رو یه دور با هم دیگه همه رو بررسی کردیم و قسمت بالای صفحه هم بیایم یه نگاهی با هم دیگه بندازیم که کامل این پلتفرم رو ببندیم. اینجا که گزینه آله و هر پستی رو که بخواد به ما نشون میده. قسمت بعدی قسمت گیمینگ. اگه
شما علاقتون حوزه گیمینگه میتونید روی این بزنید و ویدیوهای فقط گیمینگ رو به شما ساجست کنه. اگه مثلا زندگی وحشی یا وایلد لایف رو دوست دارید میتونید روی این کلیک کنید و ویدیوهای مربوط به این حوزه رو در واقع تماشا کنید، یا هر نوع ویدیوی دیگه. لایو، کسایی که دارن لایو برگزار میکنن، بادی بیلدینگ مال بحث کسایی که بدنسازی دارن کار میکنن، ویدیوهای بدنسازی رو ببینید. مثلا این پیج براندون ویلیامه که خیلی باحال پیجش واقعا. و ماشین ها، کمدی و همه این موضوعات رو برای شما در واقع پوشش داده یوتیوب به تفکیک. و قسمت بعدی هم که داریم این سه تا گزینه این بالای صفحه هن که این قسمت اول واسه اینه که شما بخوای کانکت تو دیوایس کنی و گوشی موبایل تو حالا روی تلویزیون، روی لپتاپ بخوای نمایش بدی. قسمت دوم که این زنگوله‌ای که اینجا می‌بینید قسمت نوتیفیکیشناتونه که اگه کسی واسهتون کامنتی بذاره یا مثلا کسی سابسکرایبتون کنه، کسی جای شما رو منشن کنه، میاد اینا رو به شما اینجا نمایش میده. و در نهایت قسمت سوم قسمت سرچ یوتیوب، میتونید هر چیزی رو در واقع شما اینجا سرچ کنید، کاری که همه دیگه یه جوری میشه گفت بلدن، و بر اساس سرچی که کردید واسه شما در واقع محتوا، کانتنت و ویدیو میاره. قسمت اول آشنایی با پلتفرم یوتیوب بود. فکر می‌کنم به اندازه کافی با هم دیگه راجبش صحبت کردیم و چیزی نمیمونه که بخوایم دیگه راجبش صحبت کنیم. یه قسمت دیگه داریم که قسمت ویدیو آینده هست که در خصوص پلتفرم یوتیوب و سایت، بهتره بگم یوتیوب استودیو، با هم دیگه صحبت میکنیم و تفاوت یوتیوب استودیو و یوتیوب رو میفهمیم. تمرینی هم که این جلسه باید انجام بدین تمرین خاصی نیست، فقط برید دور بزنید داخل یوتیوب، چند تا چیزی سرچ کنین، چند تا ویدیو ببینین، چند تا لایک و کامنت بزنین واسه اشخاص مختلف و امیدوارم که موفق باشین. ویدیوی بعدی میبینمتون.